فرار کنید. فقط فرار کنید. برید هرچی راجع به دلبستگی اضطرابی و اجتنابی شنیدی برید دور. بیا برات تو 30 ثانیه جمعش کنم. First of all جفتشون ریشه تو کودکیشون داره. بچه‌هاتون رو درست تربیت کنین لطفاً. پارتنرشون رو روانی نکنن در آینده. اضطرابی تو بچگی نیازهای عاطفی امنیتش نادیده گرفته شده. موقعی که نیازش یکی بهش محبت کنه نبود. این در بزرگسالی چی میشه؟ متاسفانه مدام توی همه آدمو دنبال توجه میگرده که تاییدش کنن. نزدیکی براش یعنی آرامش، دوری یعنی اضطراب. کوچکترین بی‌توجهی از سمت پارتنرش یعنی براش وحشت. حالا اون طرف داستان ما چی داریم؟ کسی با دلبستگی اجتنابی. شما فکر کنید یه همچین آدمی با کسی وارد رابطه شده که این بچه هر موقع که خواست احساساتشو بروز بده بهش گفتن اون خانواده‌ای هستن که به پسراشون تو خانواده میگن مرد که گریه نمی‌کنه، مرد باید قوی باشه، مرد باید مستقل باشه. تاش میشه چی؟ این همه مرد با دلبستگی اجتنابی. تو بزرگسالی نزدیکی براش یعنی ترس. یاد گرفته باید فاصله بگیره تا آسیب نبینه. خستم شد. میرسیم به قسمت ناز ماجرا. فکر کنین دو تا شخصیت با هم وارد رابطه بشن. این نزدیک میشه، اون دور میشه، اون دور میشه، این نزدیک میشه. این میگه بیا نزدیک بشی، اون میگه من نزدیکی برام خفگی میاره. اضطرابی چی میگه؟ یا حرف بزنیم مشکلاتمون رو حل میکنیم. اجتنابی چی میگه توی این موقعیت؟ بای بای ما رفتیم. چرا؟ چون از مکالمات عمیق دوری میکنن. هیچ کدوم مقصر نیستن، فقط زبان بیان احساساتشون متفاوته. خب حالا چیکار کنیم؟ صبر ایوب داری؟ اگه داری بمونید با هم حرف بزنین، بسازید و سعی کنید حتما از مشاور مشورت بگیرید. صبر ایوب ندارید؟ فقط با خدافظی همو خوشحال کنید چون درست بشو نیست.